درود بر شما هم میهنان عزیز. با شما هستم فرزند کوهستان. میخواهید فهمیش سیاسی و فرهنگی خود را بالا ببرید؟ با من باشید. زیرا هستی معنوی هر یک ملت از این دو نقطه عبارت است: سیاست و فرهنگ. فراموش نکنید نظر خود را در تگ همین نوار نویسید و لایک گذارید. خوب، لایک مجبوری نیست، اما کمک میکند برای بیشتر پهن شدن این نوار. برگشت نوالنی به روسیه و در کوچه ها ریختن مردم روس نشان می دهد که روسیه را در سالهای خیلی نزدیک انقلاب سراسری انتظار است. Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим. Алексей Навальный. Ну вот заходит Алексей Навальный. و این چونین هر سال بد شدن سطح اقتصادی مردم و دزدی های منصبداران باعث آن گشته است که خشم مردم روس زیاد شود و مردم مجبور شوند که از حقوق خود حمایت کنند. نوار آخرین نوالنی چهره واقعی پوتین یا به طور دیگر پدر دیکتاتوران کشورهای پاسشوروی را آشکار کرد که او نه خادم است و نه خدمتگار مردم روس. نوار مذکور در 4 روز زیاده از 80 میلیون بیننده پیدا کرد و این نشان می دهد که مردم روس دیگر با پروپاگاندای پوتین و همدستانش توسط تلویزیون‌های رسمی کشورش باور ندارند. پوتین با شیکه بندیتش همیشه نوالنی را طعنه میزد که او به هیچ کس در کار نیست. اما ریختن صدها هزار مردم روس در کوچه های روسیه نشان داد که نوالنی به یک مخالف کلیدی تبدیل شده است و در پیش مردم قدر و مرتبه خود را دارد. برای پوتین این یک ضربه سخت تاریخی بود. نوالنی با ریسکی کرده خود، یعنی با برگشتنش به مسکو، 3 کار مهم را کرد که برای انقلابی پیشاپیش در روسیه خیلی در کار و مهم بودند. اول او نشان داد که حاضر است جان خود را فدای هدف خود کند. دوم، توانست با این کار کرده خود راهبران مخالفین روس را متقاعد سازد که او سزاوار راهبر مخالفین روس را دارد. Приветствую, друзья. Задержание Алексея Навального по прилете в Москву кардинально изменило политическую поляну и ситуацию в стране. این را نیز میخائیل خودورکوفسکی که یکی از مخالفین کلیدی پوتین است تصدیق کرد. یعنی با این عملش مخالفین روس را یک جا آورد که این نیز ضربه تاثیرگذار برای پوتین می باشد. سوم، جامعه خواب شده روس را بیدار کرد و مردم به سردی زمستان نگاه نکرده به کوچه ها ریختند. این تاریخ آینده روسیه را عوض خواهد کرد. آمدن جو بایدن به کرسی رئیس جمهوری امریکا نیز خیلی در زمان مفید صورت گرفت. انتظار نوآوری های چشمرس در سیاست دنیا از آن جمله روسیه و آسیای مرکزی باشد. بله، در اینجا سوال به میان می آید: اگر در روسیه انقلاب شود یا دیگرگونی ها صورت بگیرند، تاجیکستان را چه انتظار است؟ باید گفت که حکومت تاجیکستان خیلی وابستگی زیاد از روسیه و سیاست امروزه او دارد.
انقلاب در روسیه معنای تاریخ نوین و دیگرگونی های زیاد برای تاجیکستان و همه رژیم های کشورهای پاس شوروی را دارد. مثل که یک مرغ چوجه دار را دل زند، چوجه هایش بی سرپرست می مانند و آن چوجه ها را حتی یک پیشک بچه می تواند از بین ببرد. رحمانوف هم یکی از چوجه های پوتین است که بر رفتن سرپرستش خوراکی گربگان می گردد. به شما بردباری ها تمنا دارم. با ما باشید. خداحافظ.